ماینکرافت یه بازی سندباکس با آزادی بالا که شما هیچ محدودیتی در ساخت و ساز ندارید. قطعا نمیتونید به ماینکرافت به عنوان بازی داستان محور نگاه کنید، ولی آیا پشت این جهان مکعبی داستانی هم هست؟ من امسنیکس اینجام تا داستان کامل ماینکرافت رو براتون تعریف کنم. مقداری از منبع این ویدیو از توری‌های کانال فارسی گیم تیوی هم به کارش سر بزنید. مقدارش توری‌های خودمه و یه مقدار زیادش هم از انیمیشن قدیمی ماینکرافته. امیدوارم ویدیو لذت ببرید. بریم برای تعریف. خب داستان ماینکرافت اینجا شروع میشه. روزگاری در خلأ 3 موجود اولیه یا باورت خدایان اولیه ماینکرافت پدید آمدند. اولی ناچ، دومی هیروبراین، آخری الان بهتون نمیگم، اصلا ویدیو خودتون میفهمید. هیروبراین و ناچ شروع به ساختن جهان ماینکرافت کردن. ناچ با ساختن انسانایی که داره هوش سرشاری در ساخت و ساز بودن حرص هیروبراین رو در آورد و هیروبراین مشغول به ساختن موجوداتی بر علیه انسان ها. حالا بعدا میفهمید چه موجوداتی. ولی میریم سراغ انسان ها از همون اول هدفی جز ساختن نداشتن. یک سری در صحرا ساکن میشدن و هرم هایی را میساختن. این عده علاقه زیادی به جمع کردن ثروت گربه درست گربه علاقه شدیدی به جمع کردن ثروت و جمع کردن گربه داشتن. اونا ثروتاشونو داخل یه سری اهرامی که ساخته بودن میذاشتن و اونا رو محافظت شده با تله میکردن، مخفی میکردن ثروتشونو. و یه سری موجودن برای مقابله با دزدا و کسایی که میخوان به اونجا حمله کنن ساختن. اونا کریپرها رو به وجود آوردن و برای همینه که کریپرها از گربه میترسن، چون یه جوری برنامه‌ریزی کرده بودن که از گربه ها خوششون نیاد. و حالا اکثر زندگی اینجور اقوام صحرایی مثل مصریا بوده دیگه. میریم سراغ بقیه اقوام. قوم دیگری از اون انسان‌های ماینکرافتی که داخل جنگل زندگی میکردن بازم به همون روش مصریا تقریبا مصریا همون صحرایی ها مشغول شدن و رفتن سراغ سرگذاری وسایلشون، مواظب از اون جواهراتشون، چیزایی که داشتن و ساختن سازهایی که از اونا محافظت کنن. تله گذاریش میگن. اونا خیلی باز تعریفی ندارن. سراغ قوم بعدی. عده‌ای هم رفتن ماینشفت‌ها رو در زمین ساختن و زندگیشون رو وقف ماین کردن. آره درست شنیده، همون ماینشفت‌هایی که ما داخل زمین میبینیم برای محل زندگی بودن، نه فقط ماین رو بردنشون. آره درست، شاید هم یه سری اقوام دیگه مثل همون صحرایی‌ها و اقوام بایم جنگل بیان اونجا، ولی خب چون اونجا ما یه سری غذا توی چستاش میبینیم و اسپانرایی که برای محافظت از چستای بغلیش استفاده میشدن احتمال زیاد محل زندگیشون بوده. حالا قومای بعدی هم جلوتر میگم. همونجور که شاید تا الان فهمیده باشید اکثر اقوام ماینکرافت دنبال جمع‌آوری ثروت و تله‌گذاری و ساختن موجوداتی برای حفاظت از اونها بودن. و میره سراغ قوم زیر آب. یه سری آدم هم با کشتی به بخش عمیق اقیانوس رفتن و قلب دریا رو ساختن. اوشن مانیومنت ها رو وجود آوردن و در وسطش طلاها رو وارد محافظت، طلاهایی که در وسط اوشن مانیومنت رو با گاردین ها هم بچه ها رباتن بیشتر تای موجودی، چون ما میبینیم که وقتی میکشیمشون از بلاک های اوشن مانیومنت بهمون میدن که در این طالای موجود بلاک دراب کنه. حالا بلاک هم دراب کنه نه اینجوری که جنس بدنش این دقیقا از همون بلاکه، و اینکه لیزر شلیک میکنن. بازم اینو هیچ موجود تو ماینکرافت نداره. و ماهی هم بچه ها نمیخورن. ماهی که دراب میکنن، این ماهی نشون میگه دی ان ای شون با دی ان ای ماهی همچه موجود دادن، در که بتونن بیرون ها نفس بکشن. این طور گاردین ها خلاص براتون گفتم چه جور موجودی هن. حالا اوشن مانیتور ساختن و خلاصه، ولی خب بعدن در اتفاقی که بعدن پیش میاد قلب دریاشون توی یه سری گنجا مخفی میکنن. تو همون کشتی خراب شدهشون گذاشته دیگه نقشش، قلب دریاشون رو مخفی میکنن. این بعدا میفهمید چرا.
دوباره میرسیم به یه قوم دیگه ای که دنبال جمع‌آوری ثروت و مخفی کردنش بودن. این قوم ترال چمبرها رو ساختن که تو آپدیت‌های جدید بازی اضافه شده و فوق‌العاده محافظت شده بود. این قوم علاقه زیادی به مس داشتن دیگه، کل اونجا رو با مس ساخته بودن. بچه این استراکچر جدید هم خیلی چالش خوبی دارن. دوستای چالشش رو تو کامنت ها بگید برم رو حالت خیلی سخت، والا بعد اینم دوام بیاد با این چند تا فول و همه چی خیلی حال میده. چالشش اگه دوست داشتین خودتونم برید، خیلی بچه‌ها چالش باحالی داره. و قومه ماینکرافت تقریبا تموم شد. یه سری دیگه هم انشن سیتی ها رو ساختن زیر زمین و واردن رو برای محافظت از جواهرات اونا ساختن که از آیرون گالم ساخته. یعنی آیرون گالم ها رو می آوردن، بعد با استفاده از گیاهان همون چیزایی هستن امواج رو میفهمن، سنسور جدیدی که باید اضافه شدن توی 1.19 همون سنسورش رو گیاهن و با استفاده از اون گیاه و ترکیبش با آیرون گالم واردن رو وجود داره. به موازات از حالا اون همه روز خوبی که توی نشستی پیدا میشه. آیا دریچه هم ساختن که مثلا به دنیا جدید ورود کنن ولی نتونستن. همونجا که میبینید پورتالش هم هست که امیدواریم باز بشه. میریم سراغ خدای سوم ماینکرافت، یعنی ایلوژنار که یه ماب مخفی ماینکرافت با کامند همین الان میتونید سامنش کنید. خود استاد توهمه دیگه، استاد توهمه. حالا این ماب هر وقت سامنش میکنید میبینید که چند تا توهم از خودش وجود میاره و شما بقیه‌شون رو بزنید دمیج نمیخورن، فقط همون وسطی دمیج میخوره. این ماب میخواست مثل ناش انسانها رو به وجود بیاره ولی نمیتونست، قدرت اینو نداشت. اومد کپی های از خودش ساخت، ویلیجرها به وجود اومدن. بعد از به وجود اومدن ویلیجرها حتی میتونید نمونه‌ای از توهم سازیاش هم تو ماینکرافت ببینید، مثلا کیلربانی، خرگوش قاتل که با کامند سامن میشه و اون هم یه توهمیه که رو خرگوش ساخته برای ببخشنده. حالا خب ناشوی رو برای مخفیش کردن و جاینت که باز هیچ کاری نمیتونه بکنه، اونم یه توهمی خاص از زامبی یه چیز قوی تر بسازه. ولی خب هیچ کاری این بنده خدا نکرد. ویلیجرها رو ساخت. بریم سراغ حاشیه‌های ویلیجرها که ویلیجرها چه اتفاقایی افتاد برای پیششون. ویلیجرها این وسط چیکار کردن؟ ویلیجرها هم بین خودشون حالا تمدن، انسان ها براشون تمدن ساختن، براشون آیرون گولم ها رو ساختن که هر وقت بخوان احضارشون میکنن. ولی بینشون سری اختلافات پیش اومد. یه سری از روستا رانده شدن و اونا اومدن یه چند تایی آزمایش انجام دادن و متوجه شدن که از ویلیجر عادی باهوشترن، برای همین اختلاف با ویلیجر عادی به وجود اومد براشون. اونها پیلیجرها، ویندیکیتورها و ایواکرها هستن که پیلیجر اوتپوستا رو ساختن، آیرون گالما رو اونجا زندانی کردن تا روشون آزمایش انجام دادن بتونن یه غولی به اندازه قوی آیرون گالم بسازن بر علیه ویلیجرها. اونا کراسبو رو ساختن که از یه بوی عادی قوی تر بود و ایواکرها جادو یاد گرفتن، ویندیکیتور هم تبر ساختن رو یاد گرفتن و اونا افکت بدامان وجود آوردن روی پیلیجرهای رئیس گذاشتن که هر وقت یه انسانی بهشون حمله کنه افکت روشون بیاد و برن داخل روستا، اون روستا ردیابی میشه و رئیس بهش حمله میکنه. تحقیقاتشون به آیرون گالم هم به نتیجه نرسید. روی علای هم تحقیق کردن که بتونن یه موجود قوی تر ازش بزنن ولی به نتیجه نرسید. ساختمونه بزرگتری ساختن که بتونن، امارت هایی ساختن که بتونن داخل اون انجام بدن آزمایشاتشون رو. چند تا ویلیجر دزدیدن و آزمایشاتشون شروع کردن. بالاخره تونستن از آیرون گالم بسازن دیگه، یه موجود جدید رو بسازن، یه غول که همیشه توی ریدا هم میبینیمش که یه موجود خیلی قدرتمندیه که رقیب آیرون گالم حساب میشه. ولی حالا ویچ از کجا اومده؟ ویچ هم همون ویلیجرهایی بود که پوشن میفروختن، همونا از اونها هم از روستا رانده شدن به خاطر آزمایشایی که ویلیجرها انجام میدادن. اونا هم حالا دوباره به ویلیجرها پیوستن ولی یه مدت ازشون جدا شدن، خودشون خونه های دهکده‌ای توی مرداب ساختن. ولی خب
اونا روی الاین تحقیقاتشون تمام شد و تونستن وکس ها رو به وجود بیارن که اووکرها رهبریشون میکردن. ولی در آخر به قدرت زندگی و مرگ دست پیدا کردن. توتم و اووکرها ساختن که قدرت زندگی و مرگ در دستشون بود. میدونستن وکس که ترکیب چند روحه رو احضار کنن، از زیر زمین جنازه هایی رو وارد کنن و قدرت زندگی و مرگ رو در دست داشتن. و اینجا ویندیکیتورها به وجود میاد. ویندیکیتورها یه جانیایی هستن که یه موجوداتی هستن که جانی هستن، یعنی یه موجود قاتل روانی هستن که با قدرت مرگ و زندگی روی حالت بین مرگ و زندگی نگرشون داشتن و از لپیزدازوری استفاده کردن که همونجا هم که میدونید یه مجسمه های ویندیکیتوری توی اون عمارت ها هستن که وسط مغزشون لپیز قرار داده شده و توی میبینید چشاشون هم آبیان ویندیکیتورها برعکس بقیه. این هم از حاشیه ویلیجرها. بریم سر داستان اصلی ماینکرافت. ببینیم توی این مدت هیروبراین چیکار کرده. هیروبراین موفق شد یه ویروسی به نام ویروس زامبی رو بسازه که خیلی موجودات رو آلوده میکنه، میتونه ویلیجرها رو آلوده کنه، تو هوا هم بوده و مقدار زیاد تبدیل به زامبی شدن و همه انسان ها دور هم جمع شدن جلوی این مشکل رو بگیرن. اونا تصمیم گرفتن یه پورتال به دنیای جدیدی باز کنن. ندر رو ساختن و پورتال ندر رو ساختن و واردش شدن داخل پورتال ندر. بازم هدفشون ساخت و ساز بود. خوک‌ها رو با خودشون آوردن اون دنیا و شروع به ساخت. اولین استراکچری که ساختن فورترس ها بودن که داخلش قدرت آتش رو مهار کردن به شکل موجودات بلیس ها و آره دیگه اونجا شروع به نگهداری دوباره آیتم هاشون کردن و بعدش یه استراکچر جدید هم ساختن که داخلشون خوکاشون نگه می‌داشتن، خوکاشونو که منبع خوب برای غذا بودن و روزش میوه برای خوردن نبود، برای همین ندروارتا رو بهشون دادن. برای همین بعد مدت اونا به پیگلین تغییر شکل پیدا کردن و از پیگلینا کار کشیدن. بهشون گفتن برید طلاتون ندر پیدا کنید و ندرایت. اونا به ندرایت دست پیدا کردن. ولی مدت پیلیجرات دیدن که از طریق پورتال یه سری زامبی اومدن به ندر و اونا رو مصدوم کردن و زامبی پیگلین به وجود اومد و بر علیهشون شدن دیگه. دیدن ویروس زامبی همه جا هست، برای همین ندر هم رها کردن. ولی خب تو این مدت که ندر بودن یه سری از آدمای مردهشون و جنازه هاشون تو سولسند خاک میکردن و ویدر اسکلتون ها رو وجود می آورد که ویدر اسکلتون ها هم که یه حالتی بین مرگ و زندگی هستن. افکت ویدر هم یعنی پژمرده، به معنی پژمرده است و یه حالتی بین مرگ و زندگی رو وقتی میزنن تو وجود میاد. دقیقاً قلبتون سیاه میشه، از اصلا اون مردید و اومدن این کله‌هاشون رو برداشتن، اومدن ویدر رو به وجود آوردن که بتونن ویروس زامبی مقابله کنن، ولی نمی‌دونستن که بر علیه خودشون میشه. برای همین به اوورورد پناه بردن، استرانگ هولد ها رو ساختن. ویدر هم اون بالا دی اسپانش رو خبر نداشتن. تو استرانگ هولد اونا مخفی موندن. ولی اینجا برمیگردیم سراغ ایلوژنر هم که ناراحت که چرا هیچ کس بهش اهمیت نمیده و همه موجود خاصی فرضش نمیکنن، یه دایمنشن جدید ساخت، یعنی اند. موفق شد اند رو بسازه، دراگون و همه اونا رو. اگه این اندم خیلی با بقیه دایمنشن ماینکرافت فرق داره، این همیشه کنه عجیب غریبیه و اونجا شروع کرد به ساخت یه موجودی که هیچ کس نتونه شکستش بده. میخواست دراگون رو بسازه. بقایای آزمایشاتش هم دارین میبینید که میخواست دراگون رو بسازه. زیر آزمایش ناموفقش بود، مثل همون انسیتی ها که میبینید انسیتی ها رو شالکره، این قدرت پرواز دراگونه. الایترا که قدرت باز بالهای اژدهاست
و معجون هیلینگ هم داخلشون بود که میخواست یه جوری دراگون همیشه هیل باشه، زنده باشه. و حالا دیدید دیگه، پس همین انسیتی ها نتیجه آزمایشاتن که حالا شما میدید وسایلشون رو، مثلا اون کله دراگون هم که نوکشه میخواسته به اون کله جون بده و بتونه زندهش کنه. بالاخره ارتش برمیاد، دراگون رو به وجود میاره و یه سری میوه هم رو به وجود میاره دیگه. و داخل استرانگهولدا در پورتالای اندو میسازه. اونا یاد میگیرن چطوری فعالش کنن تا بتونن انسان‌ها یاد میگیرن چطوری فعالش کنن تا بتونن از شر زامبیا خلاص شن. میرن به اند ولی نمیدونستن که این پورتال یه طرف هست. اونجا گیر میافتن. بقیه داستان رو خودتون میدونید دیگه. اونا داخل اند گیر میافتن، غذایی ندارن بخورن، برای همون غذای اندو میخورن، بعد تلپورت دست میارن، تبدیل اندرمنا میشن، نمیتونن دراگون رو بکشن. قبل چه اونا حالا ساختمان انسیتی رو پس اونا نساختن، ولی خب داخلش زندگی میکردن تو ساختمان انسیتی و وسایلشون رو میذاشتن. حالا ما کی هستیم به عنوان استیو؟ هیروبراین از کاری کرد ناامید شده بود. همه انسان ها تبدیل به اندرمن شده و یه جوری مرده شده بودن و حالا این وسط هیروبراین میگه خودم میرم و انسان ها رو نجات میدم. ما اینجا به عنوان هیروبراین وارد بازی میشیم و بریم تا دراگون رو بکشیم و آدما موجوداتمون و همون انسان ها رو نجات بدیم، ولی همیشه دیر میرسیم و انسان ها به اندرمن تبدیل شدن. درست فهمیدید، استیو همون هیروبراینه. حالا قاعدتاشو کنار گذاشته، حالا تونده با قاعدتاش دسترسی پیدا کنه و کافیه بزنید /game mode creative. به قدرت هیروبراین کلش دسترسی پیدا میکنید همراه کامندا. درسته کریتیو درسته چیته، ولی خب قاعدت هیروبراینه چون هیچ بازی چیتشو داخل خودش ننوشتن. این تمام بخش از داستان بازیه. درسته قاعدت هیروبراینه ولی همیشه دیر میرسه، هیچ وقت نمیتونه کار خودش رو جبران کنه. ما هیچ وقت به موقع نمیرسیم تا بتونیم اجرادمون رو نجات بدیم. حالا همین بود داستان ماینکرافت. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من واسه این ویدیو بچه‌ها خیلی واسه ایتش زحمت کشیدم. امیدوارم کانالم حمایت بشه. تئوری اینکه دراگون توهمه و هیروبراین همون استیو مال خودم، ولی بقیه‌اش مال کانال فارسی گیم تیویه. ناشر خدایان ماینکرافت اونم مال چیزه، مال انیمیشن ماینکرافت. امیدوارم خوشتون اومده باشه. باشه واقعا واسه ویدیو زحمت کشیدم، حمایتم کنید. لایک کردن ویدیو برای شما خیلی ساده، ولی مثلا کل حمایت میشه، بیشتر آدمای بیشتر این ویدیو رو میبینن. این ویدیو داستان کامل بود ماینکرافت. هر کی ماینکرافت دوست داره واقعا الان قلبش خودم الان ناراحت شدم این مقداری، چون خیلی وقت بازی نکردم. یادش بخیر قبلا خیلی ماینکرافت بازی کردم، بیشتر حال میداد. تا ویدیوی دیگر بدرود.